سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. با شما هستیم با آموزش ثبت نام در پراپ تریدینگ پراپیفیکیشن. خب در وبسایت تریدینگ فایندر در بخش معرفی و بررسی پراپ های سرمایه گذاری رو انتخاب کنید و از بین پراپ فرم های موجود پراپیفیکیشن رو انتخاب کنید. میتونید در اینجا برخی اطلاعات مربوط به این پراپ رو مطالعه کنید و با کلیک روی گزینه ورود به وبسایت اصلی وارد وبسایت رسمی این پراپ فرم میشید. حالا در این صفحه نیاز دارید تا اطلاعاتی مثل نام خانوادگی، آدرس ایمیل، شماره تلفن همراه، کشور محل سکونت، پسورد و تایید پسورد رو وارد کنید. برای پسورد پیشنهاد میکنیم از حروف بزرگ، حروف کوچک، اعداد و نمادها برای داشتن امنیت کافی استفاده کنید. بعد از وارد کردن اطلاعات با قوانین و شرایط این وبسایت موافقت میکنید و اگر قصد دریافت ایمیل های مارکتینگ رو داشتید این گزینه رو نیز فعال میکنید. حالا روی گزینه ساین اپ کلیک کنید. ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. حالا نیاز دارید تا وارد صندوق ورودی ایمیل خودتون بشید. همونطور که میبینید این ایمیل رو از اپیک پیپس دریافت کردید. در این صفحه نیاز دارید تا روی گزینه لاگین کلیک کنید. حالا در صفحه جدید مجددا آدرس ایمیل و پسوردی که انتخاب کردید رو وارد میکنید. گزینه ساین این رو انتخاب کنید. خب افتتاح حساب شما در این پراپ فرم با موفقیت انجام شد. برای آموزش‌های بیشتر با ما همراه باشید. خدا نگهدار.